مکانیزم جهان هستی چیست؟ در طول سالیان سال تمام افراد بشر درخواست می‌دهند به جهان هستی برای داشتن زندگی بهتر، خوشبختی بیشتر، رفاه بیشتر، زندگی سالمتر، نعمت، شادی و سلامتی بیشتر. این درخواست همیشه وجود داشته است. انسان‌ها وقتی که با مشکلات و تضادها روبرو می‌شوند، به جهان درخواست می‌دهند که ای کاش فلان نعمت را داشته باشیم تا زندگی ما راحت‌تر باشد و این روند به طور اتوماتیک همواره اتفاق افتاده است و خداوند هم همواره پاسخ داده است. تمامی اختراعات و اکتشافات و ایده‌ها ابتدا درخواستی از طرف انسان بوده است و جهان همیشه پاسخ این درخواست را داده است و تمام پیشرفت‌هایی که توسط انسان صورت گرفته است تماماً از این مکانیزم استفاده کرده است. اما اینطور نیست که تمام نعمت‌ها به طور مساوی به انسان‌ها داده شود، بلکه خداوند جهان هستی را طوری طراحی کرده است که هر کسی به اندازه ظرفش، به اندازه لیاقتش از نعمتها بهره مند شود و این عدالت خداوند است. بنابراین انسانها به میزان لیاقتی که برای خود ایجاد کرده اند، به میزان ظرفی که برای خود ایجاد کرده اند از نعمتها بهره مند می شوند. اینکه تمام نعمتها و ثروتها به یک میزان در بین انسانها تقسیم شود، این مغایر با اصل عدالت جهان هستی است. همه نعمتها بی نهایت هستند، اما به هر کسی متناسب با لیاقتی که برای خود ایجاد کرده است نعمت و ثروت داده می شود. پس اگر نعمت و ثروتی به زندگی تو وارد نمی شود، به این معنا نیست که ثروت و نعمتی وجود ندارد، بلکه به این خاطر است که تو لیاقت دریافت آن را پیدا نکرده ای، تو باورهای مناسب ایجاد نکرده ای، تو ظرفت را بزرگ نکرده ای. باران رحمت الهی همیشه میبارد، اما ظرف تو کوچک است، ظرف تو سوراخ است. تو باید در خود تغییراتی ایجاد کنی که لایق رحمت، ثروت و نعمت بی‌نهایت خداوند شوی. انسان باید باورهای مناسب در خود ایجاد کند و نگاهش را نسبت به ثروت تغییر دهد. ما در طول تاریخ همیشه با این عبارات مواجه شده ایم که نعمت کم است، ثروت کم است، آب کم است، فلان کم است، بهمان کم است. و این باور غلط را در ما به وجود آورده اند که ثروت‌ها و نعمت‌ها مانند یک زمین کوچک با ارزشی است که همان یک مقدار است و بیشتر از آن نیست و یک سری افراد از قبل این زمین با ارزش یعنی نعمت‌ها را برای خود برداشته اند و برای سایر مردم یک تکه کوچک از این زمین باقی مانده است و مردم برای آن دائما باید در حال جنگ و درگیری باشند، در حالی که نعمت و ثروت بی انتها است. نعمت و ثروت دارد هر روز خلق می شود. هر روز ایده های خلق می شود که ثروت های فراوان را با خود به همراه دارد. هر لحظه ایده ها بیشتر و ثروت ها بیشتر می شوند، نعمت ها بیشتر می شوند و منابع جدید کشف می شوند. در نتیجه همیشه اوضاع دارد بهتر و بهتر می شود. اما چه کسانی از این فرصت‌های ایجاد شده استفاده می کنند؟ کسانی که در خود لیاقت ایجاد کرده باشند، افرادی که باورهای مناسب در خود ایجاد کرده باشند، افرادی که ذهنیت خود را تغییر داده اند، افرادی که ورودی های ذهنشان را کنترل می کنند و آنچه را که از گذشتگان دریافت کرده اند را چشم بسته قبول نمی کنند. به نعمتهای خداوند فکر کنید.
و به رزقی که خداوند میتواند به شما بدهد فکر کنید. نگاهتان را در مورد پول و ثروت تغییر دهید. اگر از لحاظ مالی شرایط خوبی ندارید، به این دلیل است که مثل افراد فقیر اینطور فکر می کنید که پولی وجود ندارد، کار نیست، درآمد نیست، اقتصاد از هم پاشیده است. یک عده فقط پول دارند که شانس دارند، که پارتی دارند و چیزی به ما نمی رسد. حتی یک سری افراد فکرشان اینطور است که اگر ما پولدار شویم آدمهای بدی می شویم، آدمهای حسود، ظالم و طمعکاری می شویم که از راه خدا دور می شویم. همه اینها باورهایی هستند که باعث می شوند لیاقت از انسان گرفته شود، زیرا از طرفی ثروت و نعمت را محدود می بینیم و از طرفی دیگر خود را لایق ثروت و نعمت نمی دانیم و ثروت و نعمت را باعث دوری از درستی و پاکی می دانیم. در صورتی که در تمام شغلهای دنیا به یک اندازه فرصت ثروت ساختن است، هیچ شغلی در دنیا نیست که از دیگر شغلها فرصت بیشتری برای پول سازی داشته باشد. در تمام شغلهای دنیا افرادی هستند که مولتی میلیاردر هستند و در همان شغلها افرادی هستند که از پس پرداخت قبض آب و برق خود هم بر نمی آیند. این یعنی این که شغل تعیین کننده نیست، بلکه باورها است که عامل تعیین کننده است. به همین دلیل اگر می خواهید شغلی انتخاب کنید، شغلی باشد که دوستش دارید و عاشقش هستید، زیرا در همه شغلها به یک اندازه فرصت برای خلق ثروت وجود دارد. بسیاری از انسانها به این شکل زندگی می کنند که شغلشان از علاقهشان جداست، یعنی شغلشان یک چیز است و کاری که به آن علاقه دارند چیز دیگر است. بارها این عبارت را از دیگران شنیده ایم که خیلی درگیر کار هستم، دارم دیوانه می شوم، کاش فرصتی فراهم شود که بتوانم مرخصی بگیرم و کمی زندگی کنم. در صورتی که طبیعی این است که شغلمان با چیزی که به آن علاقه داریم و عاشقش هستیم یکی باشد. اما خیلی ها نمی توانند این را باور کنند، بنابراین الگوهای دیگران را استفاده می کنند و چون مثل بقیه مردم فکر می کنند، پس مثل بقیه مردم هم عمل می کنند، بنابراین مثل بقیه مردم هم نتیجه می گیرند. در دنیایی که ما زندگی می کنیم بی نهایت فرصت برای هر چیز وجود دارد. باورها را باید درست کنیم، نگاهمان را باید تغییر دهیم. فرصتهای بسیار زیادی در این دنیا وجود دارد، اما انسانها به یک اندازه از این فرصتها استفاده نمی کنند. خداوند دارد به درخواستها پاسخ می دهد. خداوند بی نهایت فرصت و نعمت و ایده می دهد، اما چه کسانی از این فرصتها و نعمتها و ایده ها بهره مند می شوند و آنها را دریافت می کنند؟ کسانی که در مدار درست قرار دارند، کسانی که باورهای درست دارند، کسانی که برای دریافت نعمتها لیاقت کسب کرده اند و این عدالت خداوند است. تمام موضوع ثروت ذهن است. تمام اتفاقات زندگی را ذهن دارد رقم میزند. باورهای ما است که باعث می شود ما ثروت را دریافت کنیم یا جلوی دریافت آن را بگیریم. فقط باورهای ما است که تعیین کننده است، اما تغییر این باورها زمانبر است، تعهد می خواهد، انرژی می خواهد. تغییر این باورها نیاز به تغییر ورودی های ذهن دارد، نیاز به پیدا کردن الگوهای مناسب دارد. تغییر این باورها نیازمند این است که خدا را درست باور کنیم، قوانین خداوند را درست درک کنیم. اگر با ایجاد باورهای درست
مقاومت‌های ذهن را برداریم، نعمت‌ها به صورت کاملا طبیعی وارد زندگی می‌شوند. به اندازه‌ای که مقاومت‌های ذهن را برمی‌داریم، به اندازه‌ای که ترمزهای ذهن را برمی‌داریم، به همان اندازه نعمت و ثروت وارد زندگی ما می‌شود. اگر مکانیزم جهان را به درستی درک کنیم، اگر باورهای مناسب را در خود ایجاد کنیم، اگر قوانین جهان را درک کنیم، دیگر نگران هیچ چیز نیستیم و ثروت و نعمت و خوشبختی به صورت کاملا طبیعی و به سادگی وارد زندگی ما می شود.